سلام، من فاطینام، 26 سالمه، از رشت، یوتیوبرم، اینستاگرامرم. بعضی وقتا ویدیو یوتیوبمو ادیت میزنم، بعضی وقتا ویدیو اینستاگراممو ادیت میزنم. ویدیوی کوتاه تو یوتیوب میذارم، ویدیوی بلند تو یوتیوب میذارم، ویدیوی کوتاه تو اینستاگرام میذارم. سلام، نیلوفر هستم از دوقوزآباد. یوتیوبرم، اینستاگرامرم، دیزاینر کاسه توالتم، برند کاسه توالت خودمو دارم. بعضی وقتا بازیگری چند تا کار کردم. علاوه بر این دکترای حیوان شناسی دارم و اکثر حیوونا رو میشناسم. اومدم اینجا توی این جزیره میخوام خوشگل‌ترین، پولدارترین، خفن‌ترین آدم اینجا مال منه. میخوام به نام خدا، من مهدی جلیلی هستم، مربی حرفه‌ای حرکات نرم در سیرک‌های بین‌المللی هستم. من اینجا اومدم عشق‌ها رو همه رو درو کنم، همه رو میخوام عاشق خودم کنم. سلام، من ساجدین هستم، پاپر، خواننده، نوازنده ویولون، گیتار، ساکسیفون. سنی عدده ولی سن من 25 جوونم. اومدم توی جزیره است اینجا میگم. اومدم توی جزیره و قراره که عشق منو پیدا کنه. سلام. چشم ضعیف نمیبینمه. پوری. سلام، خوبین؟ مثلا نمی‌فهمم چی میگه. من معرفی کنم خودمو. ساجدین سجادی هستم درست و 25 سالمه. به تو دارم نگاه نمی‌کنم. دست که تو دماغت. تایپم نیستی. من تایپم نمیاد. نیست. اصلا خوشم نمیاد. تو دست که تو دماغت. اصلا ریختو میبینم حالم برم می‌خوره. تو دست که تو دماغت. تایپ من. تو چی داری؟ میدونی من کی هستم؟ من پاپرم. چنل بزرگ فاطینا مال منه. تو چی هستی؟ من همون کسایی هستم که هستم. تو هیچ چی نیستی. من اصلا انتخاب نمیخوام بکنم شما رو. تو نباید انتخاب کنی، دخترها باید انتخاب کنن. تو اصلا اینم نمیدونی. تو هیچ چی نیستی. تو که اصلا تایپ من نیستی، ازت خوشم نمیاد. آینه. ببین در کور خیلی پسر خوبیه، خیلی شخصیت داره. خیلی خب دید اول آدم میفهمه دیگه، خیلی به نظرم با شخصیت و فلان ایناست، ولی در نهایت اصلا تایپ من نیست. یعنی من میخوام منتظر بقیه گزینه‌ها بمونم حقیقتاً، چون که میدونم من میتونم انتخاب کنم. خب تایپم نیست، تو نگاه اول تایپم شخصیت خیلی با شخصیت‌ها خیلی خوبه، ولی نه اصلا تایپ من سازنده کیبوردو، سازنده موسو، کسی که اسم تایپ کرده میگه همون. الان من انتخاب کنم نی، درسته؟ من انتخابم نه ما بگم حرف بزن. خب بگو این با چشام بفهم. بیا تو باید بیای. بیا من بیام بازم. تو باید بیای به شوخی کردم خدا همین شوخی بود. سلام خوبی؟ با اینکه اول دارم گو خوردم. با اینکه از اولش من انتخاب نکردم، به نظرم با بیشتر از همه میام. بیشتر از همه. حتی با اینکه بقیه رو ندیدی. اصلا احساس کنم یهویی چفت شدیم. گزینه‌های رفتیم. اصلا خیلی عالی. به قرآن مجید در روز 10 بار بیزارم پارس میکنم. البته مثلا میدونی تایپ من اصلا منو ببندم درت برو بخواب. من سگم. سگ دوست دارم. به جون مادرت سگم. سگ منی. بیا. خب تو چه؟ به قرآن چند وقت به دختر ندیده بودم. اون کس خلقا بیا. بیا جلوتر میگم. اوکی بیا. اوکی نه بمون پسر. تو باختی اصلشو گرفتم خوردم. مهدی جلیلی هستم، مربی حرفه‌ای حرکات نرم در سیرک‌های بین‌الملل هستم.
که در تمام کشورهای مختلف من تجربه کسب کردم. درسته من اینجا هیچ گزینه‌ای ندارم، تنها گزینه من سگو انتخاب می‌کنی بهتره. من انتخاب نمی‌کنم. به نظر من تو با همین رو انتخاب کنی. من که انتخابم کردم دیگه، هر کسی بهترین آدم بیاد اینجا من انتخابم همین سگه، یعنی دیگه گزینه دیگه جز سگ من نشم. مثلا این همینه آسمون باشه این جون مادرم استخونه به خدا اون کف دفع کردم. به جون مادرم واسه بعد میاد. سلام خوبی؟ درود خوبی تو؟ ژله چی بودی؟ من مهدی ژله‌ایم. مهدی ژله‌ای. به من بی احترامی نکن. نه احترامی ندارم. من تو بین الملل الان اسم منو سرچ کنید تو گوگل بیان ژله‌ای میاد. من ژله نکن. من واقعا اگه نمیخوام فضولی کنم در مورد پارتنرای هم حرف بزنیم. نظر در مورد پارتنر من چیه؟ یه خیلی مینی رونالدینیو کردم. حقیقتا من خیلی نمیدونم. یه واسه واقعیت بهت بگم خیلی وقت دختر ندیده بودم، به قول شبیه سگ شده بودم از دست کردن. تایپ من نیست واقعا. الان به گل خوردم اون اصلا انگار به عنوان پارتنر تو رو قبول نداره. نه مثلا جوراب به عنوان سگ عاشق جوراب خاکستری ام الان. نه دوست دارم یه شانسی به کسی بدم که جورابش خاکستریه. حالا نمیدونم حالا کی بگردم. من چی بگم؟ من تو ویدیو منو اصلا کنی. ویدیو نه با تو هم میگه من مرد حسابی. با چی میگی؟ به کی نخ میدی؟ به تو هم نخ نمیدم. داداش چی میگی؟ مثلا با تو نیستم. توصیه بده شما. من پارتنر دارم خودم الان. اونقدر تایپ هم نبود ولی خب بهش شانس میدم، ولی احساس می‌کنم که آره گزینه خوبی گیره. من منتظرم که گزینه‌های دیگه بیان والا، ولی منم احساس می‌کنم مثلا انتخابم نبود دیگه، مجبور شدم. نمیبینم، من نمیتونم، چشام ضعیفه میدونستی؟ من دوستش نداشتم ولی خب به هر حال میخوام بهش یه شانسی بدم دیگه، ولی بازم تا گزینه‌های بعدی صبر میکنم، ولی در همون حینم دوست دارم که به مهدی هم یه شانسی بدم. ولی از کلا دو تا گزینه داریم، برای دو تا میخوای یه شانسی بدی. آره مثلا نمیخوام حالا به گزینه‌های بعدی که دارن میان چی؟ اونا هم میان، ولی حالا تا همین الان چون که مثلا میخوای سرمایه گذاری کنی سجاد دارم، ولی مثلا دوست دارم که با مهدی هم یه دیت داشته باشه تا ببینم نظر اون چیه. من که نمیدونم. ببخش. سعید میشم. از اول گفتم که من همه رو عاشق خودم کنم. خیلی بی لول دیگه نمیخوام باش باشم. اصلا میدونی یه چیزی واقعیت بخوام بگم بهتون جدی میگم، به روی من عملا به روی خودم نمیارم، ولی همون اول که من تو رو دیدم گوشت گفتم بهم یه استخون بده، تو تعارف نکردی استخونم. خیلی بی لول اصلا همونجا رد فلگ هم شده تو جدی. همونجا من تو ذهنم ببین ما اومدیم اینجا تو این ویلا که همدیگه رو بشناسیم و من بهت یه شانس هم، ولی تو شانس تو خیلی‌ها دختری ولت کردم. خیلی بی‌لول. این انتخاب کردم. واقعا خیلی بی‌لول. برو اونور وایستا. جدی خیلی حرفا. داداش میدونی من مربی حرفه‌ای فکر می‌کنی تو کی هستی؟ من سگ. برو یکم تو اینستاگرام ببین، شاید ما تو بالاتر بودی. بیبی چشتو باز کن. من بازی کن. بیبی داداش اونجوری نکن. اون چی میگه بهم؟ داش سگت الان خیلی با خوب رفتار کنی. یکی از واقعا میگم یکی از سنم دورگه شد، میبینی هورمون مردونه رو تاثیر گذاشت. تو یه شب به جون نمیخوام بهت حرف بزنم، تو خیلی ادعا داری، تو یه شب برو بخواب اینو ول کن، من خب اینا میزنم. بچه‌ها امروز ما یه بازی داریم، اینه که پسرها با لخشن. لخشو؟ حالا وایسایید 2 ثانیه وایسایید. از خداش پسر لخشه. و دخترها باید بیان با لمس پسرها تشخیص بدن که پارتنرشون کدومه. جوق جان یه لحظه وایسا. جو؟ من فقط اجازه میدم پارتنر خودم به بدنم دست بزنه. تو نمیتونی تعیین بکنی. اومد توی برنامه من میگم چی درسته چی غلطه، فهمیدی؟ شرکت کنی اول ما ورود کنه.
اسکولی دیگه همه اینا لمسم گرفتی اینجا باید بزن دیگه سجاده چطور تونستی اینقدر زود تشخیص بدی؟ چجوری تونستی خوب تشخیص بدی؟ من دست داده بودی بهش دست دادم به این گردنش احساس کردم مادرش رو دیدم. اینه که اولا که اصلا نمیتونم با این طرز جمع کردنشون. به نظر تو مجازاتشون این باشه که شب با یه پارتنر دیگه بخوابن یا همدیگه رو ببوسن؟ خیلی بده. عزیزم من دارم احساس عشق میکنم به بوست ولی چه نوع بوسی به نظر؟ ولی واقعا توی رابطه به نظر این به من نیازه. آره به نظر من باید یه بوسه خیلی خاصی ما ببینیم اگه اینا تو تایم مشخص نتونن اینجا رو تمیز کنن. به نظرم کاملا درسته و این اصلا دارن تلاش نمیکنم. به نظر من حتما میبازم. چقدر هم دارن باید رابطه برقرار کنیم. نه باید حس از نه بهم نزدیک به خودتون. اگه من تو سرم تو رابطه ظرف مارکت شدم اون که بعد پس بغل کنم از پوش بغلت نکنم یک دیگه تو رو خدا بغل میکنم دیگه نمی‌کنم. عزیزم تو رو خدا به خدا سگت میشم اوت بریم سجاد تو این ویدیو فقط میخواست سگ باشه. خیلی من ظرفا رو میشورم. آفرین ظرفم میشورم. مرغ ریختی دور. بیا عزیزم من دستم میبوسه. من حس میکنم که اون قدی که سجاد مهدی رو دوست داره مهدی رو دوست نداره. من احساس میکنم که مهدی اصلا عزیزم من مهدی رو پس میزنه و دیروز که با هم چند ساعت پیش که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم میگفتش که من اصلا اون رو دوست ندارم و دوست دارم که با یه گزینه دیگه. من فکر می‌کنم بچه است سجاد. تو رابطه خیلی بچه است. نه تو نمیتونی بشنوی تو. من میشنوم الان. من کر نیستم. مهدی این واقعا نقشه هیچ چی نداری. واقعا نقشه هیچ چی نداری. من از پشت کشت می‌کنم. باختید رابطه استحکام شد. تموم شد باختید بابا بعد چه دمی کردنیه. تو ارباب من نیستی الان تعیین کنی. باختی تو پرستو صالحی گوز منم نیست. ما بچه‌ها با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که شما واسه جریمه‌ای که نتونستین آشپزخونه رو اصلا اونقدری که باید تمیز کنی همدیگه رو ببوسید. بوس کنید. کی تصمیم گرفته؟ با همدیگه بادو یه سوال دارم. این تصمیم الان این ورژن یوتیوبراست. من میخوام نبوسمش. نه باید ببوس. من میخوام ورژن خودم رو تولید کنم. نه باید همدیگه باید ببوس. مهدی شیرینه واقعا. از لب میبوسمش. بیا نکن یه لحظه جدی میگم. یه لحظه ما خودمون رو بزنیم کنار. فرض کن دو تا از نایی. بچه‌ها مد دیگه اینجا چنل ما نمیاد. جدی چیز نیستش این مهدی. این اولین و آخرین بار. دیگه آخرین بار دیگه. اینا نه واقعا نه من نه اصلا ما طرف تو بیام واقعا چرا میخندی شما؟ شما باید همدیگه اصلا اینا شبیه این خانومایی که میشینن دم کوچه سبزی پاک میکنن قصد این نگاره که من و مهدی از هم جدا شیم. تو چی کن بابا بوس انا شما قصدت اینه شما چون مهدی بوس دوست نداره. تو اصلا نمیدونی من کیم چیم. من تو رو میشناسم تو خری کی هستی. میدونی من چقدر ورزش میکنم. مهدی من میدونم انا بوس دوست نداره. اینجا منم. تو انم نیستی داش. چرا میخوانی اینو نکن دارن اینو دست به یکی میکنن ها. اصلا قانون کی میگه بوس بکنم؟ قانون کی؟ بیا بوس چطوری بریم. بوس کن. لبو بس کن. اسب بگین. چیه؟ میشه. ای هم دیگه بود نمیبوسی میری بیا. آفرین تو صدای بوس دیگه بابا. بخلا دار.